акай иззат амона озод кунанд, раиси сафорати Москваш монанд. Ҳами гапи ҳаму бародар аз даруни Тоҷикистон сухан кардистанд. Ман гап зада наметонам. Ман шаҳрванди Россияро доруму не ки ман хотири он ки як мурдаи тоҷик да ҳамиҷа мебара, ход миллаташ фарқ надора, ай ҳами шаҳрванди Тоҷикистон ай خود پول جمع میکنه، خود ایکی میگیره، خود ایگیجا میگیره، ای همی خلق مهاجر جمع میشوه، همو فرسونده میشوه همیجا. خود با ماشین رویش میکنن، خود با سمایلات رویش میکنن، خود با زمین، خود با آسمان که همو مرداره با وطنش بر میگردونن. ما دا همی قش با ما بس. سلام علیکم، امیدوار هستم که هر یک و یک شما خوب و صحت و سلامت باشه و مطمئن هستم که این رژیم خونخوار از بین میره اگر ما متحد باشیم. یکم، بله، در اینجا قید کردن برادر صفوت برهانوف که در تاجیکستان قانون قبول کرده است که هر یک نفری که دو شهروندی دارد در حکومت کار کردن نمیتونه. درست. بیایید سال اگر من خطا نکنم سال 2008 یا که 9 با دست 2008 درستی گپ در خیالم نیست، سال 2010 بود، در وقت پرزیدنتی پوتین. وقتی که پوتین با رحمانوف با روسیه سفر میکند، خود پرزیدنت روسیسکی فدراسیون بر دست وی پاسپورت میتیا، پچادنی گражданин روسیسکی فدراسیون. در یوتیوب میتونه کی را بیاوه. اگر رحمانوف که امروز شما از او پشتیبانی میکنی، اگر قانوندان میشد پشتیبانی نمیکنم. خوب گوش کنی. نفهمیدم. شما پشتیبانی نمیکنم. من چی پشتیبانی دارم؟ من ژورنالیست، من گپ میزنم. من پشتیبانی من از شما آگاه هستم. من غایبانه شما را میشناسم، در کجا بودن تو همش میدونم. الله نگهتون داره و یگان مشکلی نیست. امروز شما صحبت میکنید، ما نگیم من صحبت تا اخیر انجام بدیم، بعد انشالله که شما صحبت میکنید. رحمانوف پچادنی گражданин روسیه میتین. اگر رحمانوف قانوندان میشید، یکم نفره که میخواست که قانون رعایت شود، رحمانوفی پاسپورت به دست نمیگیریم. پچادنی گражданин روسیسکی فدراسیون پدرگشت میکنن پاسپورت روسیه. پس چرا که رحمانوف در سر قدرت است دو تا شهروندی داره؟ یک، هر چیزی که گفته نسبتی که روسیسکی فدراسیون نسبت عزت امان نو انسانی را و همه حقوق را پایمال کرد، با شما من همراه هم، یعنی که سخن شما را من قبول دارم. بعدا ببینید آبروی هر یک انسان از خانه خودش پیدا می شود. امروز هر یک شهروندی تاجیکستان کسی که نظر دیدگاه داره که با نظر دیدگاه رحمانوف موافق نیست، او یا تروریست است او یا اکستریمیست است. آبروی ما برای چی ما در روسیه دویم سارت هستیم از خود حکومت رحمانوف سرچشمه می‌یابد. چون که هر یک نفری که در روسیه کشته می شود از طرف حکومت رحمانوف نوت فرستاده نمی شود. برای چی؟ برای چی 201 دیویز روسیسک فدراسیون در تاجیکستان است؟ برای چی ایرپورت عینی در دوست روسیه است؟ برای چی بیناکری که در نارک است در یک سال $1 میتونه؟ برای چی؟ چون که حکومت رحمانوف تمام دارایی ما را به روسیه فروخت. چون که حکومت رحمانوف زن و مرد ما را مهاجر کرد. چون که رحمانوف برای وظیفه که امروز او را دستگیری میکنند تمام چوش دادگی ای. از آبروی ما افتیدن ما از سرچشمه میگیرد از رحمانوف. اجازه سرچشمه میگیرد از رحمانوف. 1868 بخارای با روس تسلیم کردن. ترکمنچایسکی соглашение از ایران و ترکیه فروختن. خب ما بیایم ما کانتر خوندن در این گپایا، کانتر دونستان در بیایم ما با گذشته زندگی نکنیم. البته که گذشته ما را قبول داریم. نه شما به گذشته زندگی کردن نمیتونید. من شما به گذشته زندگی کردن نمیتونید. من شما یک دقیقه برهانوف
هر چیزی که از دست ما رفت صدها سالها از بین رفتن. بیای هر چیزی که امروز از ما هست، ما تاجیکستان صاحب استقلال هستیم، همین چیزی که امروز در دست ما هست بیای امروزش همین را در دست بگیریم. بالای قدرت آوردن ماندن یک خائنه، یک رحمان و فکی تمام از روزی آمدنش دستش پری خون بود. خب آبروی انسان از خانه پیدا می شود. در خانه خود در تاجیکستان وطن است برای هر یک انسان. تمامی انسان تمامی حقوقهای وی پایمال کرده می شود، چی از حقوق دینیش باشه، چی از کنستیتوشنیش باشه، چی از شهروندیش باشه، چی از آیلویش باشه. پس ما چی خیلی وقتی که در کشور خودمون ما آبرو نداریم، ما دعوا از کشورهای دوم سوم کنیم که ما را در این کشور حرمت و عزت بکنیم. بله. آیا حکومت موظف نیست که شهروند خودش دفاع بکنه؟ چی در کدام مشکلی که نباشه آبروی هر یک انسان وقتی که ببینید پرزیدنت ترکیه برای یک نفرش کسل بود، یک سمالیات روان کرد، او را گردوندن آوردن. امروز در تمام دنیا یک شهروندی ترکیه را اگر یک کسی که سخنی بلند بگه پرزیدنتش از او دفاع میکنه. آیا رحمانوف در طول 30 سال که حکمران است از دست سیاستی ضعیفانه رحمانوف هر سال 3-4 هزار مرده روان میکنن؟ آیا در حیات عمرش یک بار رحمانوف گفت که بخشش مردم تاجیکستان که این گناه من از سیاست ناتوان من است که شما از دیگر کشورها تابوت شما را میارن؟ پس چی وقتی که ما را ظالم در بالای ما خودی رحمانوف است، ما باید امروز بالای یک دولت دیگر باید هجوم کنیم، از یک دولت دیگر بخوایم که سال 1800 کدام سال ما را وطن ما گرفتی امروز بر بگردون. سال 2009 1400 هزار کیلومتری ما را خودی رحمانوف به چین سپارید. وزیر همون وقتا وزیر کارهای خارجی گفت که این دیپلماتیست که تابع ما بود. 10 سال نگذشت، برای چی از این دفاع نمیکنیم؟ شما ما را برگردانده به 2 عصر پیشتر میبرید. چیزی که خائنه که امروز از وطن به دست خودش فروخت. اینه باید ما از این باید ما مقابل این صحبت کنیم، مقابل این جنگ کنیم تا که زمین های ما را بگردانه بیارن. خب یک سیگار یک چه خود کنم بعد دوام بتیم برادر. یک چی بگم در این مرد که خوب شما باید بگید محمد صابر میخواید با محمد صابر یک ثانیه یک دقیقه ما یک چه خاطرشون کنم بعد از اون شما صحبت ادامه بدین. برادران که در خط علاقه هستین کلاس پادلیتسا را فراموش نکنید، زیرا که در اینجا من مشاهده کردم از کلاس پادلیتسا شما استفاده نکردین، استفاده کنین. و همچنین کسانی که پیوست شدگی هستند طریق ویدیویی نیستن، نواری نیستن، یعنی که با طریق ویدیو نیستن، ما اونها را قطع میکنیم یا یکی طریق ویدیو کنین کشان رویاتون و چهره نو داخل کرده می شود. تشکر زیاد. برادر برهانوف صحبت آخرانتون را بکنین بعد از آن چی میکنیم؟ یک ثانیه میکروفونتون کشتگی. خب بفرمایید. با برادر محمد صابر یک چیز گفتنی هستم. اینمی شما رئیس شهرید، درست؟ سوال که شما رئیس شهرید، من رئیس کالخوز موندید. من این مناسبتی من شما فهمیدید سوال محمد صابر؟ بله من سوال شما را گوش کردم. من رئیس کالخوزی که شما رئیس شهر من موندید اینجا رئیس کالخوز. من میتونم آدمی آزاد باشم، میتونم کارهای خودم بی گفتگو با شما بی حل کردم با شما کنم، میتونم. خب من آزاد هستم با شما. خب سوال نه من رئیس کالخوزی که شما من تعیین کردید. خوش کنید. سوالای میشه که جواب اینو ها یا نه یک در 2 کلمه ای داده نمیشه. گوش کنید. وقتی که از سال 91 ما صاحب استقلال شدیم، وقتی که ما دعوای صاحب استقلالی میکنیم، بس گوش کنید. گفتی دروغ نگوید، ما یگان وقت این تیق لالیت میگم. گوش کنید. شما تیق لالیت داشتن نمیتونه یا آزادی داره یا هیچی نداره. آداب صحبت رعایت کنید، هرچند که کلان سالم باشه.
من شما رو من قطع 10 نکردم. دقیقه شما رو گوش کردم 1 دقیقه گوش 30 ثانیه من اجازه گپ زدن ندادید. شما سوال کردید من پاسخ بدیم یا نه؟ خب گوش کنید، خط نکنه، خواهش میکنم از شما. وقتی که سال 91 ما صاحب استقلال شدیم و امروز رحمانوف خودش رو هر ثانیه بعد میگه که ما دولت صاحب استقلالیم، یعنی ما جزئی روسیه نیستیم، جزئی دولت شوروی نیستیم. پس به گفته شما تا امروز ما اگر صاحب استقلال نباشیم، پس برای چی ما فکر 100 ساله گذشته ها را بکنیم؟ پس بیایید صاحب استقلال شویم. پس از زبان خود شما می آید که رحمانوف از طرف خود روسیه رئیس جمهور مانده شده است. پس ما باید چیکار کنیم؟ پس ما باید این کوکله که ماندگی، پس این بازیچه ماندگی، این را باید سرنگون بکنیم. درست است؟ اجازه تا بگم بعدا به جایهایی که شما میرسه وقتی که ما صاحب استقلال، چی خیلی که شما میگی اگر که ما صاحب استقلال نباشیم، ما دعوا کرده و دفاع کرده از مردم خودمون نمیکنیم. پس بیایید صاحب استقلال شیم، یعنی استقلالیت ما فروخته شد. از صحبت شما برمیاد که استقلالیت ما فروخته شد با دست رحمانوف. درست؟ پس مشکلی ما خود رحمانوف و این رژیم خونخوار است، نه کسی دیگر. سرچشمه میگرفت از خود رحمانوف. На ваших экранах президент России Владимир Путин, рядом с ним президент Таджикистана Эммануэль Рахмон.